به یک جای کاتاستروف رسید آمدیم. از واقعا بسیار دهشت آور است. مثلا ببینید در اینترنت چقدر زیاد است که بچه‌ها معلم‌های احترام نمی‌کنن، معلم تحقیر میکنن و این تحقیری کردگیشون ثبت کرده به اینترنت میپرتن. یعنی این چیز کلی آدم ویران میکنه. یعنی این معنیش این که بچه‌ها بی‌تربیتن؟ یعنی این معنیش زیاد از بچه‌ها بی‌تربیت گفتن نمیخوام. چرا؟ آخر ببینید من طلبه اگر معلمو تحقیر کنم درباره و این تحقیر ما ثبت کنم بس پیشکش عامه کنم، برای چی این خیل شد؟ خب برای چی این خیل شد؟ برای چی این خیل شد؟ و بی‌تربیت بدتربیت من نمیدونم. من همینش میدونم که این بسیار دهشت آور است. این بسیار یعنی که خوب نیست، این نباید این خیل باشد. این اصلا نباید این خیل باشد. و برای چی این خیل شد؟ به فکر من سه سببی که من فکر میکنم خیلی، البته فکر سبب میلیون تن. یکی از سببایی که چوب این خیل شد، چوب به اینجا آمده رسیدیم، همون چیزی که پیشتر بررسی کردیم. یعنی دنیا دیگر شد اما سبک واسطه تغییر نیافت و به این واسطه معلم ویش از دست داد. یعنی برای آنکه اتوریته نیست معلم، مادامی که بچه‌ها معلم تحقیر میکنند و این چیزا به دنیا پیشنهاد میکنند، پس معلوم که معلم اتوریته نه. اما یک زمان معلم اتوریته بود. خب حالا یک سوال دیگر. نه برای چی معلم اتوریته نه امروز؟ خب برای آنکه حاضر همین سبباش میگم که چی چیزا شد که معلم از وای فرمات اتوریته داشت. مثلا یکی از سبباش همین که معلم ابنویت نشد، یعنی زمانه که هم قدم نبود نیست. مثلا بچه ها فرض کنیم خب وای بچه ها در همین زمان به دنیا آمدن و این خواه نخواه که وای ها همه چیزهای این زمانه میدونن، اما بیچاره استاد که مثلا در زمانی دیگر زندگی کرد و همونجا مان وای، یعنی وقتی که بچه از شما از معلم بسیار چیزایی میداند، این بسیار بد است. بله. مثلا یکی از مثال هایی که از همون دخترچه قصهش گفتم کن، مثلا ببینید تمامی همسنفا و بچه های سنفی 6 تمام سین 6 بررسی کردیان که معلم ناحق بود وقتی که چوب غوراند و زد طلبه زد. معلم ناحق بود و این بچه ها بررسی کردن این چیزه. و مثلا ما این کار نمی کردیم. ما فکر میکردیم که خب معلم مادامی که ما زد این همین خیلی است زندگی. اما این بچه ها این خیلی نیستن. این بچه ها حاضر مثلا مولت فیلم میبینند، یک گل چیزهای میبینند و در همین مولت فیلم ها همین چیز تبلیغ کرده میشد که مثلا میگه که تو آدمی آزاده، تو حق داری گپت گویی، تو هیچ کس حق ندارد رنجاند. یعنی این ایده ها در ذهن بچه های امروز هست با واسطه مولتیکا این چیزا و این بچه ها میدونن که مثلا معلم کاری خطا کرد. یعنی وقتی که معلم چوب غوراند و بچه زد، همه بچه ها میدونن که معلم نادرست بود و انا همین جنده شاید معلم نمیدونست که بچه ها میدونن که چی است، با خبرند از این چیزا. و همین لحظه آبروی همین معلم نیست در بین همین بچه ها یک لحظه پس فرامد. یعنی معلم اگر مثلا از این چیزا با خبر می بود، یعنی میدونست که بچه ها امروز چه خیلان و این کار هیچ وقت نمی کرد. اگر مثلا میدونید که بچه ها حقوقشون میدونن و اینها برآمده بررسی میکنن که معلم جزا تیم شکایت نویسیم به مقابل معلم این چیزای اگر معلم این چیزای میدونید که این بچه ها این خیلن، شاید این کار نمیکرد و همین چیز نمیشد. یعنی یکی از سبب‌های اونه که اتوریته یا مقام و مرتبه و آبروی معلم پس شد این است که شما گفتید. خب باز چی؟ خب دویومش خب اینش کمتر بیزه. خب
چه گویم که درست نقص کرده گویم، یکی از سببهای دیگرش مثلا طول چند سال آخر ما حاضر یادمون رفت که ما فقط درباره بچهای امروز گپ نزدیم و این تغییراتی که شد در طول یک چند سال به وجود آمد و طول چند سال آخر مثلا 10 سال پیش یا خاصه 20 سال پیش بسیار بدبختانه ما در یک زمان بودیم که معلم بسیار معاش کم میگرفت و شرایط بچه ها طلبه ها شرایط زیستی طلبه ها نسبت به شرایط زیستی معلم بهتر بود و این خب ما آدم ها همین خیلی دیگه همین دیده بهامیتیم و وقتی که میبینیم که مثلا یک نفر با رنج راور رفته ایستاده است و $1,000,000 پول دارد و معلمی که پیاده میرود ما همین خیلی بها میدیم و بچه ها هم همین خیلی بها میدین. مثلا بچه ها میبینن که مثلا معلم پیاده میرد اما پدرشان رنج راور دارد، یعنی بچه ها اتوماتیکی میگن که خب من بهترم از او. فکر نمیکنید که این طرز بهاگذاری درست نیست؟ این بسیار خطا است، این بسیار ناحق است، اما همین خیلی است. زندگی همین خیلی از بدبختانه. ما همه از لباسش بها میدیم، از داشتهاش بها میدیم و مردم همین خیلی بها میدین و این یکی از سببایی که مثلا مقام و جای استاد در نزد ویش یک کم شد. یعنی اگر معلم پولدار میشد این گونه نمیشد منظور شما؟ نه، من فکر میکنم که معلم ها باید از اولین آدمایی باشن که از همه معاش زیاد میگیرن و همه آرزو کند که معلم شود و همه یعنی این اقتصادیات لعنتی خواه نخواه برای آدم مقام میبخشد و همه مناسبتش نسبت معلم دیگه میشه. در همه کشورهای ترقی کرده دنیا میخه معلم اولین آدمی که معاش بلند میگیرد و بعد دیگرها.